خب متن رو من بخونم آقای رحمانیان. به متن رو خوندم از اول تا آخر تئاتر. این دختر باید روی صحنه باشه و دیالوگاش بعضیاش 2-3 صفحه بود و بس اینا رو پشت سر هم میگفتیم. با آقای رحمانیان قرار گذاشتیم و گفتم من خیلی مشتاقم با شما بگم، ولی من تا حالا روی صحنه تئاتر نرفتم. گفتن شما نگران نباش، تمرین‌ها از فردا شروع میشه. از فردا تمرین‌ها شروع شد و پس فردا خبررسانی کردن که فلانی بازیگر این تئاتره. من متن رو میخوندم، تمرین‌ها رو نگاه میکردم، یه چوب تقریبا دست آقای رحمانیان بود و 100 دفعه منو میفرستادن بیرون، دوباره میبادم تو اینجوری نفس نکش، اینجوری راه نرو. و من زندگیمو تعطیل کردم و شروع کردم به تمرین. بعد یه بار تو خونه داشتم متن رو میخوندم، برای خودم فکر کردم چقدر قشنگ دارم میخونم و به باریکلا من چقدر خوبم و فلان و اینا. توی یک جمله چند تا کلمه رو قرائتی گفتم و یک کلماتی از توش در اومد که اگر من این رو روی صحنه میگفتم تا آخر عمرم دورکار بودم. اینو که گفتم خودم این متن رو انداختم رو میز، تو خونه دور میز میچرختم و به خودم میگفتم وای بدبخت شدی، زنگ بزن بگو نمیری. اگه تو اینو تو صحنه جلو 800 نفر تو تالار وحدت بگی، آبروی خودت و خانواده و دوست و آشنا و همکارا همه به باد رفته. سعی کردم به آقای رحمانیان رو گفتم آقای رحمانیان ببخشید ولی من اگه رو صحنه اشتباه کنم چیکار باید بکنم؟ گفت شما قرار نیست به اشتباه کردن فکر کنی، شما قرار از پس این کار برمیای. شب اول اجرا شد، پشت تالار وحدت رو خیلیاتون ندیدین، یکی از باشکوه‌ترین سالن‌های خاورمیانه است. ارتفاع خیلی بلند، پرده‌های مخمل خیلی قشنگ تا پایین و من اندازه یک مورچه پشت این پرده برای اولین بار لای پرده زدم کنار و دیدم از طبقات سوم بالکنم آدم آویزونه، یعنی بیشتر از گنجایش 800 نفر آدم اومده تو سالن. یه لحظه به خودم گفتم وای هنوز دیر نیست، میتونی فرار کنی. یه نگاه کردم گفتم خدای من آخر کجا فرار کنم؟ نه الان هم به امید منن، اصلا 2 تا بازیگرم بیشتر نداشتیم کار. گفتم چیکار کنم؟ صدای قلبم رو میشنیدم، اصلا رگای پشت گردنم گرفته بود و میدونستم وارد که میشم باید یک صفحه دیالوگ رو نان استاپ چکشی بگم. به خودم یه لحظه